متاسفانه انواع دیدیم. خب ولی ما نتونستیم اصلشو پیدا کنیم. متاسفانه رسیم میهنشو پیدا کنیم. حالا میخوایم تستش کنیم ببینیم چطوره. فقط قبل از این کار کنیم اگه دستت خسته نمیشه لایکو بزن. اگه این بسنی هم خورده توی کامنت بنویسید. شیطونی نکنید. اون پایش هم میگن برای شارژر استفاده میشه. ببینمش. اینه شبیه خارجی شد. زیرش دسته داره؟ آفا همینجوری باید بخوره. همونطوری باید بخوره. ببین چه جوریه. یخه. وای جدی خوبه؟ خیلی. میخوای یه گاز بزنه؟ آره. این هم مزه عمه میده. قشنگ مزه عمه میده. مزه همون بسنی انبه سنتی که توشه ولی روکشش خیلی خوشمزه‌اش کرده. این شارژرش از اینجا استفاده میشه نه؟ آره اینجوریه دیگه. چه خوب. ما که از این چیزا بلد نیستیم. بابا یادتون خالی. راستی سابسکرایب بیادون نرا. سابسکرایب چخ تخ میزنم. چرا نمیکنم؟ نمیدونم. بکنید دیگه. حال میده. چیو؟ به ما حال میده. چیو بکن؟ سابسکرایب کردن به ما حال میده. انرژی میده. شما به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا